خب جلسه 15 از دوره لاراول رو شروع می‌کنیم. تا اینجای کار یه خورده در مورد الکوئنت ORM صحبت کردیم و جلو رفتیم. اول مدل ها رو معرفی کردیم و بعد هم اومدیم بحث CRUD توی الکوئنت ORM رو شروع کردیم. جلسه پیش دیدید که متد آل رو روی مدل ها معرفی کردیم. بعد از اون پرداختیم به مبحث کالکشن و گفتیم که اون جنسی که در واقع برگشت داده میشه از متد آل از جنس کالکشن هست که اون کالکشن قابلیت ایتریشن داره، قابلیت مپ شدن داره، قابلیت کاونت گیری داره. از طرف دیگه متد گت رو معرفی کردیم با چند مورد از متد هایی که به ما کمک میکردن تا بتونیم کوئری هامون رو یه خورده پیچیده تر بکنیم آشنا شدیم و در پایان هم متد های مثل کاونت و تو SQL رو هم جلسه پیش با هم بررسی کردیم. خب همونطور که توی انتهای جلسه پیش گفتم تا اینجای کار ما وقتی میخواستیم یک مجموعه ای از رکوردها رو توی دیتابیس برگشت بدیم می اومدیم و به صورت جلسه پیش عمل میکردیم یا تمام رکوردها رو میخواستیم برگشت بدیم که از متد آل استفاده میکردیم یا میخواستیم بیایم و یک سری کوئری رو اعمال بکنیم، یک سری شرط ها رو اعمال بکنیم و اونجا از متد گت استفاده میکردیم و میتونستیم یک کالکشنی از اون رکوردهای داخل دیتابیس رو بر اساس اون کوئری که ساخته بودیم برگشت بدیم. حالا فرض بکنید ما میخوایم بیایم و یک رکورد خاص رو برگشت بدیم، تک رکورد رو برگشت بدیم. اینجا دیگه متد گت و متد آل به ما کمک نمیکنن چون این دوتا متد همیشه یک مجموعه رو برگشت میدن. یعنی حتی اگر اون کوئری ما یک نتیجه هم داشته باشه باز اون یک نتیجه رو به صورت یک کالکشن برگشت میدن که این رو الان با هم دیگه بررسی میکنیم. من میام و اینجا ابتدای کار سرور رو بالا میارم PHP Artisan Serve و میام مرورگر رو هم بالا میارم اینجا میگم لوکال هاست 8000 توی همون مسیر اصلی. خب این کوئری که اینجا جلسه پیش قرار داده بودیم داره اجرا میشه و این فور ایچ هم روی اون کالکشن اعمال میشه. خب ما اگر پایگاه داده رو هم با استفاده از اپلیکیشن MySQL Workbench بالا بیاریم کامل دیگه میتونیم شروع بکنیم به مباحث و مثالهای مربوط به این درس. خب اگر دقت بکنید اینجا ما وقتی که من این رو بیارم این سمت متصل بشم به پایگاه داده پسورد رو بزنم این صورت و وارد فضای MySQL Workbench بشم. خب ما با این جدول یوزرز داشتیم کار میکردیم دیگه که 5 تا رکورد داخلش وجود داشت. خب اگر دقت بکنید توی مرورگر اینجا اومده و یه ایتریشنی اعمال کرده روی اون کالکشنی که برگشت داده شد. میبینید ما یک در واقع مجموعه داریم که من اگر به جای این فور ایچ بیام مستقیما دیدی کنم مقدار دلار یوزرز رو میبینید که یک کالکشنی از یوزرهای داخل دیتابیس داره به من برگشت داده میشه با این کوئری که حالا اعمال شده و بحث اوردر هستش که اومدیم و ترتیب بندی رو هم اعمال کردیم. خب اگر من اینجا یه رفرش توی مرورگر داشته باشم میبینید که نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که یک کالکشنی از جنس Illuminate Database Eloquent Collection به من برگشت داده شده که آیتم های اون 5 تا یوزر از جنس مدل یوزر هستن که در واقع همون رکوردهای جدول یوزر توی دیتابیسن. خب حالا اگر ما بخوایم یک تک رکورد رو برگشت بدیم مثلا بیایم اینجا با ور یک تک رکورد رو برگشت بدیم. مثلا میگیم ور به این صورت میخوایم بگیم که آیدی برابر مثلا 1 باشه اون یوزری رو برای من برگشت بده که آیدی اون 1 هستش. خب وقتی من به این صورت عمل میکنم منتظر هستم که یک رکورد فقط به من برگشت داده بشه چون توی جدول یوزر من فقط یک رکورد یا یک یوزر رو دارم که آیدی اون برابر اینتیجر 1 هست. اما اتفاقی که اینجا میفته من اگر بیام توی مرورگر رفرش بکنم بازم یک کالکشن دارم از همین جنس که آیتم های اون فقط یک مدل یوزر داخلشون قرار گرفته. اما من اینجا نمیخوام به این صورت به صورت یک در واقع مجموعه به من برگشت بده
این آبجکت ریلیشنال مپینگ به من یک کالکشن برگشت بده. من میخوام صرفا همون مدل یوزری رو به من برگشت بده که من از دیتابیس رکورد اون رو خوندم. اینجا دیگه نباید بیام از متد get استفاده بکنم. اینجا چند تا راه دارم. اگر با پرایمری کی داشتم سلکت میکردم که اینجا دارم همین کار رو انجام میدم، یعنی مستقیما با آیدی دارم سلکت میکنم، میتونم بیام از متد find استفاده بکنم و اون پرایمری کی رو بهش ارسال بکنم. حالا خب مسلما اون چیزی که به من برگشت داده میشه اون رکورد دیتابیسی هستش که آیدی اون برابر عدد 1 هستش. من میام توی مرورگر حالا رفرش میکنم، دقت بکنید دیگه کالکشن به من برگشت نداد، دیگه مستقیما همون یوزر رو به من برگشت داد و دیگه اینجا با مجموعه من طرف نیستم. اگر اینجا توی اتریبیوت ها بیام و این بخش رو باز کنم، میبینید که یه آرایه دارم که دقیقاً کلیدهای مربوط به رکوردهای دیتابیس توی این آرایه تعریف شدن، مقادیرشون هم اینجا نشسته و من به سادگی میتونم با عملگر ارو دسترسی پیدا بکنم به هر کدوم از این پراپرتی هایی که اینجا یوزر داشته. مثلا یوزر نیم رو دامپ کنم، یوزر آیدی رو دامپ بکنم، دلار یوزر ایمیل رو دامپ بکنم، به همین سادگی. حالا اگر برگردم تو مرورگر رفرش بکنم، میبینید که به راحتی دسترسی داشتم به این پراپرتی ها. پس هر جا که من نیاز به تک آیتم داشتم، میخواستم یک آیتم رو فراخوانی بکنم، دیگه نباید از متد get یا متد all استفاده بکنم. اولین کاری که باید بکنم زمانی هستش که من میخوام مستقیما با پرایمری کی اون جدول یا اون مدل برم و یک یوزر یا مثلا یک رکورد رو از اون جدول خاص فراخوانی بکنم، که اینجا میخوام با پرایمری کی یک یوزر رو فراخوانی کنم. پرایمری کی آیدی هست، آیدی رو که اینجا قرار بدم همونطور که میبینید اون در واقع رکورد دیتابیس سلکت میشه و مپ میشه به اون مدل یوزر و از جنس اون مدل یوزر یک آبجکت به من برگشت داده میشه که اون آبجکت رو من میتونم بیام ازش توی برنامه استفاده بکنم و دسترسی پیدا بکنم به پراپرتی های مربوط به اون آبجکت که در واقع همون فیلد های همون رکورد دیتابیسمون هستن. خب اگر من اینجا نخوام استفاده بکنم از آیدی، یا من اگر بخوام یک کوئری، یک شرط هایی رو از طریق کوئری اعمال بکنم، دیگه نمیتونم از متد فاین استفاده بکنم. مثلا به جای اینکه از آیدی بخوام استفاده بکنم، میخوام مثلا بیام و سلکت بکنم با رکورد مثلا ایمیل و دیگه ایمیل پرایمری کی من نیست، اینجا دیگه نمیتونم از متد فایند استفاده بکنم. اینجا باید بیام و با استفاده از همون متد ور شرط های مورد نیاز خودم رو اعمال بکنم که اینجا مثلا میگم ایمیل برابر باشه با این مقدار به این صورت، و وقتی که میخوام این کوئری رو اجرا بکنم باید از متد فرست استفاده بکنم که در واقع اشاره میکنه به اولین رکوردی که مطابقت میکنه با این کوئری. در واقع متد فرست به این معنا هست اولین رکوردی که مطابقت میکنه با این کوئری رو به من برگشت بده. حالا ممکنه که رکوردهای زیادی باشن که با این کوئری مطابقت میکنن که اولیش به ما برگشت داده میشه، ممکنه خیر فقط یک رکورد باشه که با این کوئری مطابقت میکنه و همون تک رکورد به من برگشت داده میشه. مثلا من اگر اینجا از ایمیل استفاده بکنم، میدونم ایمیل توی جدولم یونیک هست، یکتا هست، پس اگر یک رکورد جدولمون تو پایگاه دادمون با این ایمیل مطابقت بکنه، فقط یک رکورد وجود داره که با این ایمیل مطابقت داشته و اون به من برگشت داده میشه، میاد توی یوزر قرار میگیره و مجددا میتونم همین پراپرتی ها رو بیام توی خروجی چاپ بکنم. اگر رفرش بکنم ببینید همون یوزر این بار با ایمیل از پایگاه داده خونده شد، مپ شد به مدل یوزر و اینجا در اختیار من قرار گرفت. مثلا بیام یک رکورد دیگه ای رو انتخاب بکنم، مثلا فرض بکنید این رکورد آخر رو ایمیلش رو کپی بکنیم و بیایم اینجا جایگزین این ایمیل بکنیم. حالا ببینیم کدوم یوزر به ما برگشت داده میشه. مجدد برمیگردم تو مرورگرم، رفرش میکنم، ببینید دقیقاً رکوردی که آیدیش 5 هست و این ایمیل رو داره به ما برگشت داده شد. حالا میتونم با نیم همین کار رو انجام بدم که نیم میتونه تکراری باشه. اونجا دقیقاً میاد و اولین رکوردی که مطابقت داره رو به من برگشت میده. خب اینم از این موضوع. پس میتونم کوئری هم اعمال بکنم، ولی اگر خواستم از کوئری استفاده بکنم و کوئریم رو پیچیده تر بکنم،
دیگه از متد فایند نمیتونم استفاده کنم، میام از متد فرست استفاده میکنم. خب حالا علاوه بر این متد فایند و متد فرست، دو تا متد دیگه داریم که در یک مواقعی خیلی کاربرد در واقع مهمی دارن برای ما توی برنامه نویسی و توی توسعه با سیستم لاراول. اونها متدهای find or fail و first or fail هستن. ببینید مثلا فرض بکنید ما بیایم اینجا از متد find ابتدا استفاده بکنیم تا کارکرد متد find or fail رو به شما بگم. مثلا میگیم متد find بیا و یوزر 1 یا یوزر مثلا 5 رو برای من از دیتابیس فراخوانی کن، مپ کن به مدل یوزر و به من برگشت بده. اگر بیام توی مرورگر رفرش بکنم میبینید که این یوزر به من برگشت داده شد. اگر من بیام و وقتی از متد فایند استفاده میکنم یه آیدی رو یا یک پرایمری کی رو ارسال بکنم به متد فایند که اصلا وجود نداره، اتفاقی که میفته چی هست؟ دقت بکنید توی مرورگر من وقتی رفرش میکنم، دقت کنید اون یوزر 50 اصلا وجود نداره که به من برگشت داده بشه. حالا البته اینجا ارور ایجاد میشه، من به جای این کار میام خود یوزر رو، یعنی اون نتیجه‌ای که از در واقع متد فایند روی مدل یوزر برگشت داده شده رو دقیقاً میام توی خروجی دامپش میکنم. نمیخوام بیام و آیدی رو روی اون در واقع فراخوانی بکنم، چون میبینید به من ارور برمیگردونه، میگه شما آیدی رو میخوای رو نال فراخوانی بکنیم. اینجا آیدی یوزر رو میخواستیم فراخوانی بکنیم و داریم متوجه میشیم از همینجا که یوزر در یه همچین شرایطی نال برگشت داده میشه. اگر من بیام توی مرورگر رفرش بکنم حالا میبینید که توی خروجی به من نال برگشت داده شد. اگر هم دیدی انجام نشه بدون هیچ ایرادی برنامه ادامه پیدا میکنه، فقط دلار یوزر رو ما به عنوان نال داریمش، پس نباید ازش استفاده بکنیم. اما خب خیلی موقع ها من نیاز دارم که به جای اینکه اینجا نال برگشت داده بشه مثلا به من ارور 404 بده تا متوجه بشم همچین کاربری وجود نداره. این دقیقاً همون کاری هستش که متد find or fail انجام میده. میبینید find or fail. حالا اگر بیام توی مرورگر رفرش بکنم به جای اینکه به من نال برگشت بده یک ارور 404 برگشت میده و برنامه دیگه ادامه پیدا نمیکنه. دقیقاً اینجا یک اکسپشن از جنس کلاینت ارور اتفاق میفته و ارور 404 به من برمیگردونه و میگه همچین درخواستی که شما دادی به ازاش رکوردی توی دیتابیس وجود نداره، 404. خب این خیلی جاها کاربردی تره نسبت به اون فایند. البته بسته به شرایط داره، یه جاهایی ما نیاز داریم به این صورت عمل بکنیم، یه جاهایی نیاز داریم به اون صورت قبل عمل بکنیم و این در واقع قدرت لاراول هست، قدرت الکوئنت هستش که این متدها رو برای حالتهای مختلف در اختیار ما قرار داده تا نیاز نداشته باشیم مثلا بسنجیم بگیم اگر نال بود بیا 404 رو نشون بده. اینجا دیگه خودش میاد به ما کمک میکنه با یه متد دقیقاً اون نتیجه مورد دلخواه ما رو نمایش میده. همونطوری که find or fail رو داریم first or fail رو هم داریم. مثلا چی؟ مثلا می اومدیم میگفتیم where یه کوئریه، اینجا اعمال میکنیم میگیم اونجایی که ایمیل برابر هست با مثلا فرض بکنید test@example.com به این صورت. خب ما میدونیم test@example.com وجود نداره. اگر فرستش کنیم از متد فرست استفاده بکنیم به همین سادگی و بیایم اینجا توی مرورگر رفرش بکنیم، اینجا به ما نال رو برمیگردونه، میگه این در واقع کوئری که شما روی دیتابیس اعمال کردید نتیجهش نال بود، رکوردی به ازای این کوئری توی پایگاه داده و جدول یوزرز وجود نداره. اگر من میخوام اینجا به جای نال برگردوندن یک 404 کاربر ببینه میتونم از first or fail استفاده بکنم. حالا برمیگردم تو مرورگر مجددا رفرش انجام میدم و با یه ارور 404 اینجا مواجه میشم. پس این رو هم دقت داشته باشید که ما میتونیم از متد first یا first or fail استفاده بکنیم بسته به نیازمون. یکی دیگه از موارد خیلی خیلی کاربردی این هستش که ما میخوایم بیایم و به صورت کی ولیو یک بخشی از اطلاعات جدول یوزرز رو برگردونیم. مثلا چه زمانی؟ مثلا فرض بکنید ما میخوایم یک
در واقع سلکت باکسی ایجاد بکنیم از یوزرهای موجود تو سیستم. خب اینجا این سلکت باکس فقط کافیه مثلا نیم کاربر رو داشته باشه و آیدی کاربر رو. ما نیاز نداریم تمام دیتا رو از پایگاه داده بخونیم. خب اینجا خیلی کارمون ساده تر میشه. به جای اینکه بیایم در واقع گت بکنیم تمام فیلدهای جدول یوزرز رو بخونیم، میتونیم بیایم از متدی به اسم پلاک استفاده بکنیم. این کار رو به چه صورت انجام میدیم؟ مثلا میایم یک کوئری اعمال میکنیم، میگیم اونجایی که مثلا آیدی کوچکتر هست از مثلا فرض کنید 4، اینجا به جای اینکه بیایم گت بکنیم تا تمام فیلدهای جدول یوزرز رو در قالب مدل یوزر به ما برگردونه، میتونیم بیایم از متد پلاک استفاده بکنیم و اون کی ولیو رو بگیم از چه فیلدهایی ایجاد بکن. به این صورت میگیم متد پلاک به این صورت، و اینجا میگیم متد پلاک رو با فیلدهای آیدی و مثلا نیم انجام بده، عملیات پلاک رو انجام بده. حالا اگر برگردم اینجا توی مرورگر رفرش بکنم، ببینید یک کالکشن به من برگشت داده شد، اما این کالکشن جنسش با کالکشن قبلی فرق میکنه. کالکشن قبلی چی بود؟ Illuminate Database Eloquent Collection. حالا اینجا چی داریم؟ Illuminate Support Collection. دیگه این جنس کالکشن با اون جنس کالکشن متفاوت هست. اگر من آیتم هاش رو باز بکنم، میبینید که دیگه اینجا مدل یوزر داخل آیتم های این کالکشن قرار نگرفته. اومده کی ولیو در واقع آیدی و نیم رو به من برگشت داده. اگر هم نیاز دارم حالا اینجا نیم رو به عنوان کی در نظر گرفته، آیدی رو به عنوان ولیو. اگر من میخوام آیدی کی باشه و نیم ولیو باشه، کافیه که اینجا این رو تغییر بدم به این صورت. اون پارامتر اول میشه کلید، پارامتر دوم میشه ولیو. من اینجا میام میگم نیم رو به عنوان ولیو در نظر بگیر و آیدی رو به عنوان کلید در نظر بگیر. حالا برمیگردم تو مرورگر و رفرش میکنم. دقت بکنید حالا آیدی اون رکورد اومد و توی کلید قرار گرفت، نیمش اومد توی ولیو قرار گرفت. مثلا میتونم بگم به جای نیم ایمیل رو برای من توی ولیو قرار بده. به این صورت برمیگردم توی مرورگر، رفرش، اینجا توی آیتمز ببین آیدی شد کلید، ولیو شد ایمیل. این معمولا اونجاهایی مثل ساختن حالا آتو کامپلیت ها، ساختن سلکت باکس ها کاربرد خیلی زیادی داره این متد پلاک که میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه مورد دیگه ای هم که وجود داره در مورد بحث گت هست که ما میتونیم اون فیلد ها رو مشخص بکنیم که قرار هست خونده بشه توی متد گت و به ما برگشت داده بشه. مثلا تحت یه آرایه میگیم صرفاً گت بکن آیدی و نیم رو و همینطور مثلا ایمیل رو. دیگه اون فیلدهای دیگه جدول یوزر رو توی دیتابیس به من بر نمیگردونه، مثلا آواتار، کرییتد اد، آپدیتد اد و پسورد، اینها رو دیگه به من بر نمیگردونه. میام اینجا و یه بار دیگه توی مرورگر رفرش میکنم، باز میبینید از جنس Illuminate Database Eloquent Collection داریم. اما اینجا رو دقت بکنید، وقتی میام توی اتریبیوت های مدل یوزر فقط همون فیلد هایی که من گفتم رو برام برگردونده. دقت بکنید دوباره میام اینجا، کافیه که بیام و این آرایه رو از اینجا بردارم تا مجدد اون حالت قبلی رو با هم دیگه ببینیم. دقت بکنید اینجا توی آرایه ها مدل یوزر داریم. اگر دقت بکنید 7 تا فیلد رو داره به من برگشت میده، یعنی در واقع تمام اون فیلد ها و ستون های پایگاه داده و جدول یوزرز رو داره اینجا به من نمایش میده. اما میتونم محدودش بکنم به همین صورتی که دیدیم، بگم فقط آیدی، نیم و ایمیل رو به من برگردون. اینم میتونه خیلی کاربردی باشه و توی یه سری جاها به دردمون بخوره. دیگه بیشتر از این طولانی نشه، 20 دقیقه شد تقریبا. توی ویدئوی بعدی در مورد بقیه مباحث CRUD با هم دیگه صحبت